همگی گایز به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید. بله امروز مهمونی داریم که تا حالا نداشتیم. چطوری زیبا؟ قربونت برم. تو خوبی؟ خوش اومدی. بالاخره مدت‌ها بالاخره شد. بچه‌ها همین الان که دارید این ویدیو رو می‌بینید تو چنل سوگنگ هم همزمان یه ویدیو دیگه است، یه چالش. لینک چنل سوگنگ رو همه دارید، ولی این پایین بالا چپ راست همه جا هست. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. سوگنگ خیلی خوش اومدید. برو بریم آقا. پوریا ببین الان فکر کنم نزدیک 5-6 ماه من پوریا قرار با هم دیگه ویدیو بگیریم، ولی دیگه اصلا همه چی خراب شد و اوضاع ترکید و دوباره پدستک پوتین. بچه‌ها امروز ویدیو تراینا تو لف هر کی به بازه چالش تیک تاکی میره. مجازاتی سنگین در راه هست. تو فرشاد چرا اینطورین؟ ما عادت داریم مجازات به من میگم فقط قرار ویدیو بگیریم، به خدا فقط یه ویدیوه. بعد که میگم استوری که میزنن امشب ما یه مجازات هم داریم. عجبا چالش تیک تاک ها برات دارم. چالش تیک تاک باگزبانی می. بله بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. خب بچه‌ها بریم سمت ویدیو شماره 1 ببینیم کی میاد. حسین با پوکر فیس جهان در طرفی. لتس اینم بگم که حتی اگه سوگنگ دندونات مشخصه نیشه تا چالگونت بازشه باختی. همه قبول دارم من اصلا نمیخندم، ولی دیگه اینجوری هم سختش حالا نکن. میبینی. لتس گو ببین یه مجازاتی برات بیارم. وایسا برو بریم. تو چرا اینقدر سفتی؟ سعی کن باشی تشخوش نمیارزه به سک دوش خوشحال باش و سرخوش. من نکن پوریا نخندیدی؟ نه من نخندیدم. ولی ببین من قیافه تو رو داشتم نگاه میکردم، یه کوچولو دلم داشت میخنده میخواست. اوکی من نقطه ضعف سوگند رو گیر بردیم در ادامه را. فقط بله حالا میبینی برو بعدی. سنگینی از کار گردنش ان شاء الله شب علاقه شد عزت نیامد، برای مفلسا رحمت نیامد، چنان پیچیده عطر پاچه خاری هویت دولت نیامد، برم قربون جیب پرز پولش، اگر پول هم بده لذت نیامد. خوبی آقا خندیدی عزیزم، من دیدم خواستم ویدیو به اتمام برسه. آقا قبول نیست. خب آخه ببین تو خیلی تو این بازی احساس کنم تو اصلا نمیخندی، نیشت باشی باختی. هیچ تموم. ما باید چالش باگزبانی از تو بکشیم. برو بابا چالش باگزبانی چیه؟ آقا این حالا یه چالشی از دیگه باش یکی، ولی سوگند خودتو تصور کن با چالش باگزبانی. من اصلا دیگه بعد اونقدر از اینستا که هیچی، از عمان برم عربا میافتن دنبالم باشه. وای راست میگی اونجا قجرا یکیچ من جلو قبول، ولی لبخند قبول نبود ولی باش. Süleyman Soylu'da Şırnak Kato Tuzluca üst bölgesinde jandarmayla birlikte bayram namazı kılıyor. O anı şu an ekranlarınıza getiriyoruz. Askerlerimizle birlikte bayram namazı kılınıyor efendim. Bu görüntüleri izleyelim. Burası Şırnak Kato Tuzluca üst bölgesi. این نماز نه سکوت داره نه سکوت. آقا نزدیک بود بخندی ها. رکوع رفت و یکی سجده رفت. آره یکی رکوع میرفت یکی سجده. تو تازه ندیدی یکی اون وسط رو قنوت بود. نماز جماعته تو اولی رو نگاه کن چی کار میکنه. این مال کجاست؟ امام جمعه هم گیت شد. ترکیه است. اینا سربازای ترکیه هست. آره سربازای ترکیه. هنوز همون یکی چیم. برو. فردا یا پس فردا احتمالا بریم تریپ. اگه دوست داشتی با ما بیا که با دیدنت خیلی گلت میشیم. همگی خب هرچی هم تعداد بیشتر و بالاتر باشه این داستانم خیلی انجویبل تر میشه. خیلی افتر پارتی داریم، میتونی اونم بیای و اینکه
خیلی خوشحال میشم به عنوان یک کاپل خوشحال together بریم. آخرش دیگه جر دادا. تو تا حالا شده اینجوری مثلا به دوست دخترت پیام بدی؟ اینجوری باشه. تو تا حالا شده اینجوری به دوست دختره؟ نه میذاره تو دهنم میگه چه وضعشه. کاپل توگدر. باور کن رفته مخ بزنه این شکلی مثلا. باور کن همین شکلی مخ زده. باور کن زده. آره دختره ازش خوش، دخترها پسرای فانی و دوست دارن. آره دقیقاً. یک یک برو بریم. وای این این الان حساب بود؟ این دختره؟ لبخندی که زدم حساب بود؟ من اصلا حواسم نبود، من داشتم به این دختره نگاه میکردم، به این نقاشی زیبای خداوند، این درخشندگی و برندگی و الان از اون ور اتاق یه دفعه قشنگ میاد من تو طبقه پایینم، یولیا 2 طبقه بالاست. ولی ببین خندت قبول نبودش چون اون اصلا این اشتباه بود. این چی بود؟ اصلا این ترایناتولف آجی نگاه کن کی زنگ زد. یا خدا یولیا زنگ زد. بدبخت شدیم. برو بعدی همون یکشیم. Citroën, Lamborghini, Maserati. Questo c'è. تو هم خندیدی، من دقت کردم. نامردی بود. نه منظورم که نامردی بود. آخه قرار بود ایرانش آره بی‌رفت بود. آره اون قشنگ منظورش بگه مثلا پیکانی، مثلا پژو پارسی، آره سایپای. در کل منظورش ایران خودرو سایپا بوده. خیلی اینایی که اینا رو میسازن واقعا خلاقه. نمیدونم ولی 2-1 به بحث عوض. اینا خوشحالم که خندیدم واقعا، به خاطر که واقعا ارزشش رو داشت. آره واقعا خنده‌دار بود. بعدی چرا من تک فرزندم؟ مرگ شبا می‌خوابیدی الان بعد راست میگفت میدونی؟ خیلی تو فیک فرو رفتی ها، یعنی اینقدر راست میگفت. من که 3 تا خواهر دارم، اصلا به ما نمیخوره این قضیه. ولی ما خب نه با نسل‌های قدیمیم، ولی نسل‌های جدید عمرن چنین مشکلاتی نیست. اصلا مهم نیست. یعنی دیگه چه خواب باشه بیدار. شاید هم بریم چرت میگیم. آقا اگه نسل جدید میبینه چرت میگیم بگی. هنوز 2-1یم. میبینیمت آقا پوریا. یوبس یوتیوب معروفم من. حالا ببین یوبس کیه. ببین کلکل ما رو کی یوبس داره. آقا من ازت عذر میخوام. این کسی که ویدیو رو آماده میکنه یه تنبیه مریضه. واقعا مریضه. چرا وسط ترایناتولف الان کجاش؟ این الان چی بود؟ دقت کردی؟ یه بار یه دختر آورد، یه دختری که اصلا معلوم نبود داره چیکار میکنه. یه بار یه دختر میاد ترسناک آورد. وای خب دختر چه به دردی میخواد؟ چون بعد ویدیو قرار پاره شیم. خانوما میفهمن اصلا، فقط کافیه. هنوز همون 2-1یم. ترس جزو خنده نیست. ترسه اومد، هرچی خنده بود شست برد. ولی من دیگه داشتم سر ونومه کم کم جر میخوردم. اونم خیلی معروفه، اون ونومه تیکه که میاد. اصلشو دیدی؟ تو اهوازم فکر کنم 2 نفره. سیگارتو بده به من رفیق دکان من بزنم، سیگارتو بده به من رفیق دکان من بزنم، سیگاری نیستم میدونی فقط میخوام فاس. ببین شکم منو بذار تو صورت یارو. شکم منو تصور کن. خندیدم آقا. آره نامردی نمی کنم. من خندیدم. خودم صورت خودم رو صورت یارو تصور کردم. تو الان با ماشین تصادف کن، ایربگت زد بیرون شکم من. چه مثالی بود؟ 2-2 چالشو باید ببازی. بشین تا ببازم. براشو تاپلستای باقیدانی مخزرانی خجران بکر تاپلستای های تاپلستای
تو خدا میرفتی. این اصلا ببین، این تو تیکه عروسی ها رقص رقصیدی من تا حالا؟ اصلا معروفه این تیکه. اصلا لش انگار مثلا روی چیزی خنده بعدش بودا هنوز آقا دو نه دیگه قرار شد هر کی خندید چیکار مجازات میگه حساب دیگه. ما الان باشه، سر سه دو. انقدر داریم با هم دیگه اختلاف میزنیم. آقا من آدم منطقی و لاجیکی هستم. چی بود؟ 3-2 تو بود. آقا قبوله نخندید ولی داشتی پاره میشدی ها اونجایی که شاشه خورد به آبشار دیدی نصف کرد. رسما داشتی پاره من میشدی. گفتم الان فقط کافیه من قیافه پوریا رو ببینم که دیدی یه لحظه اصلا گفتم الان تموم کارم. وای جلوی حاجی من نباید این بازی رو ببازم. بریم بعدی. محمد پای شیطونیان خوراک غیر مهمونیان محمد سیگاری نیستن اکثرا قیمونیان محمد برام عزیزه خوشید و تمیزه محمد اگه مست بکنه شهر رو به هم میریزه. دلم شوهر میخواد مثلا اسم شوهرم ایمان باشه صبح تا شب بگم ایمان بزن توش بپاشه سیمان بفرست سیمان. من پایبند به قلب و یک کلیدم امیر تتلو. گم شو بابا برو کسا پاک بیاد بابا. خواستم بگم چرا اینطوری داره کش میده حرفاشو این. آقا من خندیدم یا تو؟ تو اول خندیدی کودک پوریا داداش. وای دو تا عقب افتادم. حالا میبینی تو چنل من چه اتفاقی میافته آخرش. برو حالا واسه دارم. وای ویدیو خدا بود. علیک سلام. آقا من یه لبخنده زدی؟ من یه لبخنده به این میگم مرد همه تو خونه کف مرتب. نه دارم میگم حساب نیست یعنی لبخنده کوچولو. نه 4-3 لبخنده. تو وقتی لب رو لبت خنده رو لبت بیاد خندیدی. آره 4-3 قبول. مرسی از سلام فرمانده عزیز. هر چی بیاد دستش میگیره. قبول نه قبوله دیگه داداش. البته ما رقابتمون خیلی سر انقدر داریم میزنیم با هم دیگه واسه همین قبوله. باش الان 4-3 چالش من از تو میگیرم. بریم. نه میخوام بدونم آخه شاشو هم شد اف کوچه برشته مشتن شاشوها. خب من برای دخترم خواستگار میخواسته بیان برای شادکیس فرستادی اون کوچه شاشوها در سپاه پلاک. این دیگه پشه نداشت خونه ما. گوزوها نبود. آقا خندیدی یه کوچولو من لبا اینطوری شد. تمام همون غذا زیر دندونم گیر کرده بود. نه 4 و 2 نفر چالش تیک تاکو خواهیم رفت. بله هیچ راهی هم نداری. قبول. مرسی کف خونه دوباره بریم با هم چالش سوگنگ و پوتک رو ببینیم. لیتس گو.